تشکیل صعودکاری به نقشه گرفته شده. آموزش کارجویان که اختصاص ندارند از روی کسب‌ها به شرایط و احتیاجات داشته تشکیل شده استادند. مطابق باب 24 ماده 259 تا 263 کودکس مهنت جمهوری تاجیکستان خصوصیت تنظیم مهنت معیوبان چنین امتیازها آورده شدند: عاید عملی نمودن حقوق معیوبان به مهنت، شرایط کارمندان معیوب، دوامناکی وقت کوتاه کار معیوبان، محدودیت کار شبانه، حفاظت‌کاری، کار در روزهای استراحت و عید غیر کاری، فرستادن کارمندان معیوب به سفر خدمتی، پیشنهاد رخصت مهنتی هر ساله پرداخت شونده به کارمندان معیوب تنها با رازیگی خطی اجازه داده می شود. اینچنین به معیوبان گروه 1 و 2 وقت کاری دوامناکیش کوتاه نه زیاده از 36 ساعت در یک هفته و زیاده 6 ساعت در یک روز به کم کردن مزد مهنت مقرر کرده می شود. در ماده 94 کودکس مهنت جمهوری تاجیکستان به کارمندان معیوب گروه 1 و 2 42 روز تقویمی و به گروه 3 35 روز تقویمی رخصتی اساسی هر ساله در اسکوت کرده شده مقرر کرده شده است. ماده 26 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اجتماعی معیوبان عهده تامین شغل معیوبان در تشکیلات‌ها ناوابسته از شکل تشکیلی حقوقی و مالکیتشان هنگام نه کمتر از 20 روز بودن شماره کارمندان به اندازه نه کمتر از 5% از شماره عمومی کارمندان به معیوبان برای به کار قبول کردن که مقرر کرده می شود. برای تشکیلات‌هایی که معیوبان را با کار تامین می‌کنند مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اندازه‌بندی امتیازناک مقرر کرده می شود. مطابق حسابات‌های آماری در 9 ماه سال 2023 730 نفر به شعبه اگنتی مراجعت کرده، از آنها 512 نفر همچون کارجوی به قید گرفته شده‌اند. 425 نفر در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق با کار تامین گردیدند، از جمله تندرستی 12، مقامات حکومت دولتی ناحیه 6 نفر، معارف 12، ساختمان 50، خواجگی منزل کمونالی 40 و دیگر ساحه‌ها 317. در 9 ماه سال 2023 7 مرتبه یارمارک جایگاه کاری عالی در جمعیت‌ها ناحیه گذرانده شده. 12 اداره مؤسسه‌ها 187 جایگاه کاری خود را به بیکاران پیشنهاد نمودند. با 49 نفر برای به کار قبول نمودن راحت داده شده، از آنها 34 نفر با کار تامین شدند. در 9 ماه سال 2023 با 75 نفر به مبلغ 185,300 سامانی قرض امتیازنامه داده شد. از 75 نفر 6 نفرشان معیوب می باشند که به آنها به مبلغ 13,950 سامانی داده شد. بیکاران به فعالیت تجارتی، خدمترسانی و استحصالی مشغول می باشند. در 9 ماه سال 2023 105 نفر بیکاران از روی اختصاص‌های گوناگون و هنرهای مردمی به کسب آموزی فرا گرفته شدند، از جمله 30 نفر استاد کارکرد موهینه در جماعت دهات گدالی، 15 نفر استاد